امروز صحبت تلفنی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژامارت توکایف برگزار گردید. در جریان صحبت سران دولت‌ها روند رشد وضعیت در قزاقستان را بررسی نمودند. محترم قاسم ژامارت توکایف با پیشوای ملت درباره اندیشیدن تدبیرهای عملی با مقصد تحت نظارت گرفتن وضعیت برقرار نمودن صلح و آرامی و همزمان هدفهای نهایی سرکردگان رویدادهای فاجعه بار جهت غصب حاکمیت در کشور به طور مفصل معلومات دادند. در این ضمن پرزیدنت جمهوری قزاقستان با سرور دولت ما و کل مردم تاجیکستان برای دستگیری و ارسال هیئت محدود نظامیان جمهوری تاجیکستان به قزاقستان در قطار نیروهای متحده صلح‌آفرین سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی برای مساعدت به حفظ ترتیبات حقوقی و تامین ثبات اظهار سپاس نمودند.